موقع دیدنت چه غزل خونه، میگن میره تو بهشت هر کی باد بوده. بگو عاشق بشیم یا هنوز زوده، بگو عاشق بشیم یا هنوز زوده. یا بلا شدی اینو رو نکرده بودی، خوب میری خوب میبیتی اینو رو نکرده بودی. آخه تازگی یا بلا شدی اینو رو نکرده بودی، خوب میری خوب میبیتی اینو رو نکرده بودی. سریال قضاوت قسمت 17 رو براتون بگم که چه اتفاقاتی افتاد. ببینید الان کل سریال 2 ساعته رو، قسمت 2 ساعته رو میخوام براتون توی چند دقیقه بگم ببین یعنی چه جوری میخوام خلاصه بکنم. کلا اتفاقاتی افتاد این بود که جیلین خودشو چست کرد که ایلگاز از کارش استفاده داده و اینا. هیچ گفت من که بهت گفتم از کارت استفاده نده فلان اینا. خلاصه بعد ایلگاز هم بهش میگه چه ریده باشم چه نریده باشم تصمیم منه دیگه، تو کنارم باش. بعدش اینم دیگه کنار شوهرش وای میسه، میگه حالا دیگه اشکال نداره بیا با هم تو دفتر من کار میکنیم، وکالت انجام میدیم. از اون طرفم جیلین خودش از کار بیکار شده به خاطر اون گواهی که قبلا با انگین خورده. بعد هیچی دیگه وکالتشو میده به ایلگاز میشه وکیل جیلین. بعدش از اون طرفم چینار که چیناره اینا خیلی همچنان داره گوه میخوره با اون دوستای انش، هنوزم دقیقا هم چه غلطی دارن میکنن. از اون طرفم مردان میره یه نفر رو پیدا میکنه، پول میده، میگه بیا برو یه نامه بده که مثلا از طرف ظفر آوردی نمورده تو دریاست، حالا مونده رو آب و این چه شرو برا. اونم میاد یه نامه میده به ننه جیلین. بعدش مردان تازه از اون طرف یه کار دیگه هم میکنه، میره سراغ صدا، میگه که ببین چرا گیر دادی به این عروس من، بکش بیرون. اونم میگه خودت گفتی بیا برو بچسب به یکتا. خب من اگه مثلا علیه جیلین کار نکنم خب یکتا میزنه در کونم پرتم میکنه بیرون دیگه. خلاصه اون دوتا هم یه خورده اینم گفت دیگه من نمیدونم هر کاری میکنی هم جسد رو پیدا کن هم از جیلین بکش بیرون. از ایرن بگم براتون، دختر ایرن که تو اکیپ چینارینا بود و حسابی داره گوخوری میکنه، پاشد اومد طلب شد خونه ایرن، به ننشم رید و گفت من میمونم پیش این بابای جدیدم و خلاصه این انبازی ها. بعدش هم یه دستکش پیدا کرد توی اون جنگل که دستکشه بردنش آزمایشگاه، روش خون انگین بود. بچه هم گفتن مال یه مردیه. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که زمرد اون فامیل جیلینینا بود خونه روبرویشون، از عثمان حامله شده. خلاصه اینم بدبخت هم گریه میکنن که ای بابا حامله شد، حالا من چه گوی بخورم با این شوهر خرم و اون زن حامله. امیدوارم که ادیت سمی و ویدیو رو دوست داشته باشین.